کتاب نگهبانان باغ، اثر دولورس کانن. دولورس کانن این کتاب رو در 24 فصل به رشته تحریر در آورده. علاقه دولورس به هیپنوتیزم و بازگشت به زندگی‌های گذشته و تناسخ باعث میشه که روش‌های هیپنوتیزمی مختلفی رو مطالعه کنه و نهایتاً یک تکنیک خاص رو ابداع میکنه که بهش این امکان رو میده که بیشترین اطلاعات رو از مراجعین تحت هیپنوتیزم خودش به دست بیاره. کتاب نگهبانان باغ در واقع حاصل هیپنوتیزم هایی هستش که دولورس بر روی جوانی به نام پیل انجام داده. جوانی به نام پیل میخواد که زندگی های گذشته خودش رو کشف کنه. متوجه میشن در این جلسات هیپنوتیزم که این اولین زندگی پیل روی زمین هستش و زندگی‌های دیگرش در جهان‌های ناآشنا و در دیگر ابعاد جهان بوده. وقتی این مورد خاص بیشتر بررسی میشه، متوجه میشن که همکاری اون با فرازمینی‌ها باعث پایان زندگی‌های دیگرش نشده. تعامل پیل با بشقاب پرنده‌ها و این غریبه‌ها در تمام مدت زندگی کنونیش روی زمین ادامه یافته. هرچند که اطلاعاتش به صورت محافظه‌کارانه‌ای توسط ضمیر ناخودآگاه پیل به صورت پنهانی نگهداری شده. پیل کشف میکنه که قبل از ورودش به این زندگی پذیرفته که نمونه آزمایشی باشه، نه کسی که خودش آزمایش رو انجام میده. این مورد عجیب انگیزه هایی رو که پشت همکاری امروزی بین بشقاب پرنده ها و انسان ها هست رو برملا میکنه. همینطور امیدها و انتظارات ما رو از اجدادمون برای نگهداری از باغشون. دولورس میگه ما باغبان هستیم. باغبانان فرازمینی هایی که از جانهای دیگرند. همین اکنون فرازمینی ها روی زمین زندگی می کنند. دیگر آنها را غریبه هایی که فقط در سیارات دور زندگی می کنند یا در اطراف زمین با سفینه های فضایی گشت می زنند به شمار نمیاریم، چرا که همه جا هستند، بین دوستان، همسایه و حتی اقوام و آشنایان ما. به آنها ربط داریم، چرا که اجدادمون به شمار میان، خونشون در رگ‌های تک تک ما جاری است. ما همونقدر با موجوداتی که از سیارات دیگر آمدند برادریم که با جانداران روی زمین. این موضوع مهم با سالها کار و تلاش پیاپی با یک فرازمینی واقعی بر من آشکار شد. ما از طریق هیپنوتیزم با یکدیگر ارتباط برقرار کردیم. شخصاً علاقه‌مند به گذشته‌ام و مدام در زمان و فضا سفر می‌کنم تا گذشته زمین رو ببینم و درباره چگونگی آن در گذشته بیاموزم. دولورس از آرزوهاش میگه، از اینکه همیشه آرزویش این بوده که با یک فرازمینی ملاقات بکنه. با خود می‌اندیشیدم موضوع سفر در فضا و زمان امری محتمل است. به طور قطع انسان‌هایی زندگی را در جایی دیگر غیر از زمین تجربه کرده اند. این فکر دائما ذهنم را مشغول کرده، اما تا کنون فرد مناسبی در مسیرم قرار نگرفته. هنگامی که این سفر کاملا غیر منتظره را آغاز کردم، طبق آموزه‌های قبلیم مثل همه انسان‌ها فکر کردم که تجارب جدید، ناآشنا، ترسناک و بد هستند. طبیعیه که ما از هر چیزی که قادر به درکش نباشیم بترسیم. اما برخلاف تصوراتم که بر پایه فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی بود، با تصویری کاملاً متفاوت از این موجودات روبرو شدم. کاملاً شگفت‌زده شدم. مدتی طول کشید تا بر تأثیر سالها شستشوی مغزی غلبه کنم و دریافتم اعماق وجود همه ما در بعد معنوی یکسان است و فقط نوعی سوء تفاهم وجود دارد. کارم با دکتر پیل کاملا اتفاقی آغاز شد. اگر آن را یک اتفاق واقعی به شمار بیاریم، واقعا اتفاقی بود. من به انواع افراد مختلفی که خواهان تجربه بازگشت و مرور زندگی گذشته های خودشون هستند وقت می دادم. این روش بر روی هیچ کس به صورت کامل نتیجه نمی داد. افرادی که به من مراجعه می کردن در انسانیت تمام عیار بودند.
هر کدومشون با دلایل خاص خود خواستار کشف احتمال تناسخ بودن. اغلب برای برگزاری جلسات به منازل اونها می رفتم. چرا که در محیط خونه خودشون احساس راحتی بیشتری داشتن و از این شرایط احساس تهدید به اونها دست نمیداد. جلسه بازگشت هیپنوتیکی رو در هر جایی از مجلل‌ترین تا ساده‌ترین مکانها برگزار می‌کردم. در اتاق مهمونخونه‌ها و حتی در دفاتر کاری و تجاری اونها. آموخته بودم که خودم رو با هر محیطی سازگار کنم. حتی در شرایط بد و نامساعد هم احساس راحتی کنم. چرا که بر این باور بودم که راحتی مراجعه کننده مهمترین اصل در اعتماد سازی است. کارم در این زمینه غیر عادی به مکانهای عجیبی منو می برد و سرانجام باید حد و حدودی برای مسافتها تعیین می کردم. هر کسی که دورتر از این مسافت یعنی 50 مایلی محل زندگی من زندگی می کرد بایستی ترتیبی می داد تا در منزل دوستی یا آشنایی من رو ملاقات کنه. در عین حال هم نمی خواستم کسی رو رد کنم. چرا که شاید همون یک نفر کسی می بود که برای کار با او به دنبالش می گشتم. کسی که بتونه اطلاعات لازم برای شروع سفر هیجان انگیز دیگری رو تأمین کنه. نمیدونم چطور توضیح بدم. هرگز نمیدونستم به دنبال چه کسی هستم تا اینکه او رو یافتم. به هر حال اینها چیزهای عادی هستش، چرا که هر روز مردم بدون هیچ نشانه بیرونی و ظاهری مطابق آنچه که روح‌هایشون در دیگر زندگی‌ها و دیگر زمان‌ها تجربه کرده با هم ملاقات می‌کنند. دولورس توضیح میده که با یک زن جوان مطلقه‌ای که در کار تجارت بوده قرار داشته. 50 مایل رانندگی کرده بودم تا جلسه رو در منزل خودش برگزار کنم. 2 بار هم قرار جلسه گذاشته بود، اما هر بار در لحظه آخر اون رو لغو کرده بود. اغلب به آمادگیش برای شرکت در جلسه بازگشت به گذشته تردید داشتم. شاید این جلسه مسائل بسیاری رو برای اون آشکار می‌کرد. شاید در ناخودآگاهش از اطلاع از آنچه که در گذشته پنهانش رخ داده بود هراس داشت و با این بهانه‌ها می‌خواست که ازش فرار کنه. من هم عجله‌ای برای برگزاری جلسه با او نداشتم، چرا که مراجعه‌های دیگه‌ای هم داشتم. همین که از ماشین پیاده شدم متوجه یادداشتی روی درب منزلش شدم. اون برای انجام مأموریتی به خارج از شهر رفته بود، اما برای اینکه سفر طولانی من بی‌نتیجه نمونه شخص دیگه‌ای رو جایگزین خودش کرده بود. روی کاغذ نوشته بود که مراجع شما آقای پیل در منزلم منتظر شماست. عادت داشت همه کارها رو در آخرین لحظه انجام میداد. بنابراین زیاد هم تعجب نکردم. سپس معلوم شد که مراجع من فردی کاملا غریب است و این جلسه ایدئالی ممکنه که نباشه و من انتظار زیادی از این جلسه نداشتم، چرا که کار با افراد جدید اغلب دشوار هستش، به خصوص اگر دانش و اطلاعات قبلی در مورد هیپنوتیزم نداشته باشند، شاید که مقاومت داشته باشند و من بیشتر جلسه رو باید صرف اعتماد سازی و آرام کردن اون کنم که قسمت بسیار مهم در رابطه مؤثر با این نوع افراد هستش. کاملا منتظر بودم که این ملاقات اولین و آخرین جلسه ما باشه و من دیگه هرگز اون رو نبینم. پیل جوانی 28 ساله با موهای مشکی و خوشتیپ، آرام و به نظرم کمی خجالتی بود. بعدها فهمیدم که این فقط نشانه اعتماد به نفس اوست، نه خجالتی بودنش. او کسب و کار تعمیرات وسایل برقی خودش رو داشت و در بیرون از گاراژ پدرش کار میکرد. در خانواده پرجمعیتی بزرگ شده بود و یکی از اون 5 بچه‌ای بود که در همون خونه زندگی میکردن. تنها مورد غیرعادی درباره اون این بود که او دوقلوی همسان بود. ظاهراً علاقه زیادی به دخترها هم نداشت و هرگز رابطه جدی رو تجربه نکرده بود. این با توجه به ظاهر جذابش برام عجیب بود. او زمانی رو در نیروی دریایی سپری کرده بود و در همونجا تعمیر وسایل برقی رو آموخته بود. جلسه اول مطابق انتظار دولورس پیش میره. با اینکه پیل به سطح متوسط بیهوشی و خلسه میره، اما نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه و نمیتونه به خوبی صحبت بکنه.
پیل زندگی کسالت‌آور و بدون هیجان مردی رو که در بیابان سرگردان بوده و در جستجوی آب بوده دوباره تجربه کرده. وقتی بیدار شده گفته که واقعاً تشنگی و گرما و خشکی هوا رو حس می کرده و همراه با اون مرد از بدبختی اطرافیان خودش ناراحت بوده. این اولین جلسه بازگشت به گذشته پیل بود. دولورس در اینجای کتاب میاد در مورد تکنیکی صحبت میکنه به نام تکنیک استفاده از آسانسور که برای هیپنوتیزم مراجعه کننده هاش از اون روش استفاده میکرده و توضیح میده که وقتی که فرد احساس میکنه که وارد طبقه درست شده، درب آسانسور باز میشه و اونها تمایل پیدا میکنن پیاده بشن و چیزهایی که میبینن رو کشف کنن. این روش رو در جلسه دوم برای پیل امتحان میکنه و معلوم میشه که مورد علاقه پیل بوده. در جلسه دوم پیل یکم بیشتر صحبت میکنه از دوره‌ای از زندگیش در مونیخ و دوران جنگ آلمان. او و بقیه یهودیان در بخش داخلی دولتی استخدام بودند. هرچند که اقوامشون قتل عام شده بودند، اما به اونها اجازه دادند که زنده بمونند. دولورس با اشاره به تناسخ‌ها و زندگی‌های دیگه‌ای از پیل توضیح میده که اینها انواع زندگی‌هایی هستند که افرادی که مورد هیپنوتیزم قرار می‌گیرند دوباره اونها رو زندگی می‌کنند و اونقدر خودش با این صحنه‌ها آشناست که دیگه براش عادی شدن، مگر اینکه یک اطلاعات خاصی رو در اختیارش قرار بدن و صدها نمونه از اینها رو گردآوری کرده. گرچه که ممکنه این اطلاعات برای افراد مراجعه کننده مفید نباشند، اما برای دولورس که به بررسی اجمالی تاریخ میپردازه مفید بودند. برگردیم به داستان پیل. در آغاز جلسه سوم اتفاق عجیبی رخ میده. وقتی که درهای آسانسور باز میشن، او در افق منظره ناآشنایی رو میبینه. این چشمانداز زمین ناهمواری هستش در مقابل آسمانی سرخ. وقتی آن را دید به دلایلی ناراحت شد. این صحنه او را آزار داد و او از آن روی برگرداند. نمیخواست به چیستی آن آگاه شود و درخواست بازگشت به داخل آسانسور را داد تا به جای دیگه‌ای بره. من هرگز از کسی نمیخوام کاری که براش ناراحت کننده است رو انجام بده. بنابراین اجازه دادم هر جا که میخواد بره. این زمانی بود که او زخمی بود و در کنار هرم ایستاده بود. این بخشی از اعتماد سازی است که به فرد اجازه میدم کاری رو انجام بده که بیشتر باهاش احساس راحتی میکنه. این رفتار به افراد نشون میده که در طول بازگشت به گذشته کنترل اوضاع در دستان خود آنهاست. احساس میکنم که اگر موضوع مهمی برای دیدن باشد، اگر آنها را وادار به کاری نکنم، سرانجام آن را خواهند دید. اما نسبت به این صحنه کنجکاو بودم که چرا این چشم انداز عجیب برام آشنا نبود. هنگام بیدار شدن از او پرسیدم که چرا تمایلی به کشف و بررسی آن نداشتی؟ پیل جواب داد آخر نمیدانستم کجاست. این منظره غرابت خاصی داشت که آن را درک نمی کردم. این سطح آنقدر ناهموار بود که او را آشفته کرده بود. در سمت راست مخروطی یا چیزی شبیه به آن را دیده بود که حلقه‌ای مدور احاطه‌اش کرده بود. تنها توصیفش از اون این بود که چیزی شبیه دونات بزرگی بود که دور قسمت بالای اون قرار گرفته بود. آرام در حالی که به دوردست خیره شده بود گفت این صحنه ناراحتم می‌کرد. احساس گنگ و مبهم و حالتی غم‌انگیز. خیلی خوشحالم که مجبورم نکردید اون رو وارسی کنم و به من حق انتخاب بازگشت به آسانسور را دادید. نمیدانم چرا، اما داخل آسانسور احساس امنیت بیشتری داشتم. گویی آن صحنه زمینی نبود. کجا بود و چرا مرا آشفته می‌کرد نمیدانم. معلوم بود که ضمیر ناخودآگاهش اجازه نفوذ اولین نشانه‌های روشنگرانه از جهان دیگر را میداد. این درست چند هفته قبل از آن بود که بتوانیم معنای این صحنه و دلیل اکراه او را برای کاوش درباره آن کشف کنیم. در طول جلسات بعدی گاهی صحنه‌های آزاردهنده بیشتری می‌دید.
پرتوهای نوری که از شهری پر از برج‌ها و خودروهایی که مثل هواپیما در حال حرکت بودند و در هوا در جا پرواز می‌کردند. ظاهر کلی شهر بیرنگ بود. خاکستری یک دست با نورهای سفیدی که از لابلای آن دیده می‌شد. هر بار که این صحنه ظاهر می‌شد، او خود را از آن عقب می‌کشید و درخواست می‌کرد تا او را به امنیت داخل آسانسور برگردانم و به جای دیگری برود. برایم جذاب بود که چرا قطعاً این صحنه‌ها بوی دنیای دیگری را می‌داد یا دست کم فوق مدرن و آینده نگرانه بود و من مشتاق مکاشفه آنان بودم. اما به تجربه می‌دانستم نباید به کنجکاویم اجازه دخالت بدهم. بهتر بود این فرد را مجبور به کاری عجولانه نکنم و اجازه دهم خودش این توانایی‌ها را کشف کرده و با سرعت خودش مسیر را طی کند. پیل که گیج و مبهوت شده بود گفت: احساس می‌کنم چیزی پنهانی هست که سعی دارد خود را نمایان کند و دوباره تلاش کرده است. احساس می‌کرد این موضوع هرچه که هست با آسانسور و توقف آن در طبقه یا سطح درست در ارتباط است و اگر بتواند طبقه درست را پیدا کند و شجاعت کشف آن را داشته باشد، معما حل می‌شود. من احساس کردم این موضوع تا حدودی با صحنه‌های مختلف آن سطح ناهموار و شهر عجیب در ارتباط است.